استفاده عاقل هر یک وجب زمین برداشتن 2 یا 3 اصول یکی از مهمترین دستورهای اساسگذار صلح و وحدت پیشروی ملت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همومالی رحمان به کشاورزان مملکت به حساب رفته در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز بر رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری کوشش‌های بیش به خرج داده شده ایستاده‌اند. سالسپری با در نظر داشت استفاده زمین‌های از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ و ناحیه شغنان اقدام گرفته شده باشندگان تیم و قسمت معین ناحیه شغنان از این زمین‌ها استفاده نمودند. به خلاصه از استفاده 2 گکتار زمین در سال اسپری را برای انتشار و نوی زمین کشت را علاوه بر 2 گکتار زیاد نموده به 4 گکتار رساند. امروز کار در این موضوع جریان تازه گرفته مقدار معین زمین‌ها زیر کارتوشکا قرار گرفتند. در تخت انوارکنی زمین‌ها تکنیک کشاورزی استفاده برده شده دهقانان دلخواه را می‌کارند. اساساً در این زمین‌ها پرورش کارتوشکا، سبزی و پیاز توصیه داده می‌شود. مشکلات اساسی استفاده برندگان زمین را تنقیصی حساب پولیزی به حساب می‌رود. ما ای پور سولینا کش سر کردیم و خیلی اصول نقض دادیم زمین، کارتوشکا گرفتیم، سبزی گرفتیم، پیاز گرفتیم، کدو گرفتیم، گندم گرفتیم. نقض اصول نقض میتید. پور سولم کشت کار کردیم خیلی چه هم سوز بودیم اصولات. لیکن نمین پرابلم سیاسی اوزیر ایمو امین او مشکلات امین او بای. چونکه او سولو وقتی که این زمین بود او بجود فراوان بود. بعد که وقتی که ایمو زمین گرفتم او دنبای مول و ورلنگور کردند و اوزیر او بی زمین در نمی بود. پور سول کشت کار کردیم وقتی امو نوسلگیری او چی شد؟ خیلی او خوش شد و همین زمین دیگر او نامد امون اصول مو چی شد؟ برباز شد. بعد اوزیر مشکلات اساسی ایمو امین او با امین کانالی که در تیم است امون جودا دامبا زدن امون سنگوی کلون پیش اومدم امون التماس امون چی مردم امین که در زمین کش میکنن امون دامبا را اگر لازم شد چی شود ایلود شود با مو یاردم کنن امون چی دامبا را پیش کنن که او با امین زمینو باید. چون که پور سول مو امین از ایوب تنقیصی کشیدیم و حاصل مو نشد. مهنت علال مطابق طلبات اگروتکنیکی گذراندن کشت بهاری کفیل به دست آوردن حاصل دلخواه در فصل تیره میگردد. از این رو استفاده برندگان تمام نیروی خویش را برای به دست آوردن حاصل دلخواه روانه می‌نمایند. زیرا بالاروی نرخ مواد آذوقه‌واری و محصولات کشاورزی ما را وادار می‌سازد تا با استفاده از شرایط مساعد در غنی گرداندن انبار ذخیره اولوی و بودجه آن سمگذار باشیم. به و مو بون دامبا امین حاصل نمیشه. اگر حاصل با امین در بازار شهر خوروگ تامین میکنیم و مردم تامین میکنیم. همون سالو پیش که امین زمین داشتیم در بازار خوروگ 1 سوم بولو کارتوشکا نشد. خیلی وقتی که گرفتند این زمین ایمو حاضر کارتوشکا نرخ 6 سوم 9 سوم میشد. لیکن ما بازار تامین کردیم، مردم تامین کردیم، خود تامین کردیم. مردم اما توجه دارن به زمین، اما گرفتن، اما تقسیم برابر تقسیم کردن زمین. خیلی حاضر امین خیلی وضعیت شد که به زمین نمیشه زندگی. همین زندگی ای زمینه کشت کور امین خیلی حاضر نرخ بازار دیدی چخه. مردم نه حاضر اما کار کرده ایستند، اما در زمین دادن که امین کار پرابلم امین او بای. پور سولانی یک دوم سوای مو 8 تن دا کارتوشکا گرفتن. خیلی حاضر او بگر شود مو میگیریم مو دیگر بازار نمیریم. همین زمین نه 30-40 قوبجا کارتوشکا میگیرم. همین 20 قوبچه میبرم بازار فروش با همون 20 قوبچه من در بسه تو سال آینده با تخمی هم میمونم در پدوال. همین زمین که هست زندگی هم هست، اما حاصلات همین زمین کارتوشکا، سبزی، کدو، همون گندم همه همین گیریم به پول با مهنت خود با مهنت علول خود بازار در نمیرویم همین زمین که باشه. خود زیاد نمودن شماره استفاده برندگان زمین‌ها در موضع تیم گواهی بی‌طرف نمودن شهریان و دیهاتیان نسبت آینده اقتصادی حائلوی و تامین امنیت بودجه خویش میباشد.